گل شیرالی وزیر سابق انرژتیک و صنایع تاجیکستان به بازداشت و حبس پسر و دامادش واکنش کرد. او روز 13 مارس در صحبت با رادیوی آزادی همه گونه عیب علیه پسر و دامادش را بی‌پایه خواند و گفت آنها بر عوض نیکی بدی دیدند. دلاور گلوف پسر 22 ساله گل شیرالی با 5 روز حبس مأموری گرفته شده است. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز سه‌شنبه در یک اطلاعیه رسمی دلاور گلوف و 12 نفر دیگر از جمله دلشاد نورالله‌زاده داماد گل شیرالی را به میل اوباش عیبدار کرد، اما گل شیرالی گفت به گناهکار بودن نزدیکانش باور ندارد. به قول او امو شاید میرم بچه ها عزیزه امو بسیار پیرمبره ده یک مادم یک فرماند ده مفهومات امو سپیش بکنی جهنم شده از این دلاور امو پیرمبر جدا میکنه و بچه را میگه بیا اکا براوز و خطر لکن هر کشا میکنه جهنم میکنی این بچه ماشین ده میشینه میگه که ما برون که ملیسه میقبه میگه بیانات ده میگه من چی بیانات بتم من شما را خلاص کردم از جنگ نباشه تا شتاتون ندختم. وزیر سابق انرژتیک و صنایع تاجیکستان افزود در نهایت کارمندان میلیسا پسر او را برده سند ترتیب دادند. گل شیرالی گفت که دامادش دلشاد نورالله‌زاده در این قضیه اصلا حضور نداشت و او را از خانه‌اش آوردند. ما همین کار کردیم مگم کسی اگه چی هم نکردیم آتش ما پس گیریم میکنه باشم نمیدونم چیکار میکنه باشه چی گپ باشه ما همین کارا نفهمیدیم. همین جای خوبی ده گندگی گفتگی ده همون مقامات کارهای داخلی و کارمنداش همین خیلن همین او آدمایی که گناه دارن اونا را گریزانده ضابط کردن. برخلاف اظهارات گل شیرالی، مقامات امور داخلی پایتخت گفتند که پسر و داماد وزیر پیشین را در طرفخانه گالاکسی هنگام ویران کردن ترتیبات بازداشت کردند. یک مسئول ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 13 مارس به رادیوی آزادی گفت دلاور گلوف و 12 نفر دیگر صبح 10 مارس در طرفخانه گالاکسی واقع در ناحیه اسماعیلی سامانه به یکدیگر دشنام و حقارت کردند. به قول منبع حادثه ساعت 4 و 5 صبح 10 مارس رخ داده است. در ریاست امور داخلی دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند بعد از آن که 13 نفر به طلب کارمندان میلیسا اطاعت نکردند، گروه فوری تفتیشاتی به طرفخانه حاضر شد و همه آنها را بازداشت کرد. همصحبت رادیوی آزادی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفت از میان 13 نفر تنها سید اکرم دولتشویف که از او راننده گل شیرالی نام برده می شود با اتهام راندن ماشین در حالت مستی عیبدار شده است. منبع افزود سید اکرم دولتشویف به 15 روز حبس مأموری محکوم و برای 5 سال از حق رانندگی محروم گردید. گل شیرالی در صحبت با رادیوی آزادی راننده داشتنش را رد کرد. او گفت سید اکرم دولتشویف راننده او نیست و تنها دوست پسرش است. دلاور گلوف پسر گل شیرالی تابستان سال 2015 نیز برای نقض قاعده های سیاه کردن شیشه ماشینش 5000 سومانی جریمه شده بود. حالا او و همراهانش روزانه به کارهای آبادانی مشغول شده شب را در بازداشتگاه روز میکنند.